الله جل شأنه فيما برا تقدست أسماؤه بين الورى هو الرحيم والغفور فاغتنم رحمته. الفتاح. سلام دوستای خوبم. امروز میخوایم در مورد یکی دیگه از اسمهای نیکوی خداوند مهربونمون صحبت کنیم. یکی از اسمهایی که فهمیدنش برامون مهمه چون تو زندگیمون اثر خیلی زیادی داره. بچه ها میخوایم در مورد اسم الفتاح صحبت کنیم. معنی این اسم اینه که خداوند تنها ذاتیه که درهای رزق و روزی و رحمت رو برای بندگانش باز میکنه و تمام چیزهای خوب و با منفعت از جانب الله عزوجل هستش. یکی دیگه از معانی فتاح به معنای حاکمیه که بین دو شخص مخالف حکم میکنه. خداوند مهربان میفرماید قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. علم پروردگار ما همه چیز را در بر گرفته. بر خدا توکل نموده ایم. پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن و تو بهترین داوری کنندگانی. یک دیگه از معانی فتاح یاری دهنده هستش. خداوند در این باره می‌فرماید وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اگر پیروزی گروه حق را می‌طلبید اینک پیروزی به سراغ شما آمده است و اگر باز بیایید برایتان بهتر است و اگر برگردیم ما هم برمیگردیم و بدانید که گروهتان هر چند زیاد باشد هرگز نمی‌توانند چیزی را از شما رفع کنند و خداوند با مؤمنان است. آثار شناخت این اسم. دوستای خوبم، وقتی ما با این اسم آشنا بشیم میدونیم که خداوند مهربونه که چشمهای انسانها رو برای دیدن حق و راه صحیح هدایت روشن میکنه و خداوند مهربونه که سرزمین‌هایی را که زیر سلطه پادشاهان ظالمه رو برای پیامبران باز کرده و اونها رو در فتح این سرزمین‌ها یاری داده، چون هر فتحی از فضل خداوند مهربونه و این خداونده که از هر گونه نقص و عیبی مبراست و گنجینه‌های رحمتش رو برای بندگانش باز میکنه و در موفقیت رو برای مؤمنا باز میکنه و تنها خداونده که درهای توبه و بخشش رو برای توبه کنندگان و پناهجویانش باز میکنه. بچه های خوب، یادتون باشه هر کسی هدفش رسیدن به حق و حقیقت باشه بیشک خداوند اونو در رسیدن به اون هدف کمک میکنه و سختی ها رو براش آسون میکنه. راستی دوستای خوبم، هیچ وقت فراموش نکنیم که اگر خداوند مهربونمون بخواد درهای رحمت و هدایت و بخشش رو برای کسی باز کنه کسی نمیتونه این در رو ببنده و انسان رو از اون محروم کنه. خداوند مهربونمون در این باره میفرماید ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. خداوند در خزائن هر رحمتی را برای مردم بگشاید کسی نمیتواند آن را ببندد و از آن جلوگیری نماید و خداوند هر چیزی را که باز دارد و از آن جلوگیری کند کسی جز او نمیتواند آن را رها و روان سازد و او توانا و کار بجاست. توصیه ها: 1. همیشه اسباب رسیدن به هدف رو مهیا کنیم
و برای موفق شدن و رسیدن به اون هدف از خداوند کمک بخوایم تا موفق بشیم. 2. یادمون باشه که این تنها خداست که رهگشای ماست، اونه که ما رو در رسیدن به اهدافمون یاری میده. 3. فراموش نکنیم اگر خداوند بخواد خیر و خوبی به کسی برسه، هیچ کس نمیتونه مانع رسیدن اون بشه. پس ترس و واهمه رو از خودمون دور کنیم. 4. و فراموش نکنیم وقتی خداوند میخواد از انسان خیر و خوبی رو بگیره، هیچ کس نمیتونه اونو بهش بده. پس تنها ازش درخواست کمک و یاری داشته باشیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. تكن له عبدا